نمیگیرم. بگو خورخور میکردم یا نه؟ میدونم تو صبح قبل اینکه بگی صبح بخیر و من گفتی کسکشی بیاموز تا صبح خورخور میکردی، الان نمیدونی؟ تو همین اتاق 1 دقیقه پیش تو گفتی، چی الان نمیدونی؟ نکن. آقا من و هم دانشگاهیم داریم میریم دیگه، بهش میگم یه استوری بذار، میگه نمیذارم. میگم چرا؟ میگه بذارم میفهمم. میگه میان زیر پیج من کامنت میذارن کلاج. بابا یارو تو اروپا بزرگ شده، کلاج نمیدونن اینا، فقط اتومات. کلاج مال ایران. حال میکنی دیگه، من کس میگم تو همینجا داری حال میکنی دیگه. آقا من و جاکیر همدیگر رو تو